محکوم شده بود. خود او و طرفدارانش این حکم را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. مونی در گفتار است که دار یا هر دو همه دادی وطن خواهی می‌زنند اما نمی‌دانند. گپی نماینده حکومت همین خیر است. نماینده حکومت در سود دعوای آگنتی را دستگیری کرد. یعنی ما طرفدار اون هستیم که شهردار بیکار کرده شد. در اونجا در حقیقت ورزشگاه مثلا ساخته شد. ما به ورزشگاه نیاز داریم. یعنی که در آخر میگوید که نه ما این مقصد نداریم، ما مرام نداریم، مردم بگذار کار کنند، مردم بگذار به جای کار تامین باشد. رفتاری ویا را ببینید که رفتاری که ویا کرسودیان به همون گفتارشون عموما درست ناماده ایستاده است. یعنی طلب یک چیز است. سویمور که بازار ایواز کرده شود. آدم‌ها را ایجا گیرند کوچونن همون ورزشگاهی که دایش که لازم نیست همون ورزشگاه که عموما مبلغی ندارن که بسازن یک ولنگو را گیرن مونن همین قدر گپ است. بعد اینجا شما اشاره به اون کردید که یعنی دعوای آژانسی کاملا رد کرده شود چون اون یعنی مؤسسه تعلیمی نیست به همین دلیل اطراف همین هم میگفتیم. نه یکم مثلا ما اوی دیو گفتیم که آگنتی حقیقتا در اساس قانون جمهوری توسان در بوده آگنتی نظر دارتی بوله و موضوع به کمیته جمهوری توسان ماده 19 نامبر کردیم. حقوق پیشنهاد کردن عرضه دعواگیر دارد. لیکن آگنتی نه در همه موارد خود دارد. اگر آگنتی در رفت سنجش تحقیق میکرد معین میکرد که با منفعت‌های دولت ضرر مادی رسیدگی است ضرر مالیوی رسیدگی است برای برقرار کردن این ضرر را رساندهش میتونه سود مراجعه کنه. در اینجا هیچی نیست. همه را مقرر میکنن میبینن یگام اساس نیست فقط یک چیز میگن که اجازه حکومت جمهوری توسان بود. ما طلبات ما 208 کد گردشگری جمهوری توسان نشون دادیم که از سال 1999 تا امروز من از زیاده از 15 سال گذشته است در 15 سال حکومت جمهوری توسان یگام ناراضگی از فروش این ابیک نکرده. یعنی وای ریزا است که قدر انداز کرده ایستادن جاهای کوری است مردم کار کرده ایستادن مردم مثلا سیاست سویبکاری و غیره مثلا پیش برده ایستادن. ما گفتیم که عرضه دعواگیر از این جهت عموما خطا شد. دیو و یا قانون به تکیه میکنن در قانون میگن که ما مولت دعوا را نگذراندیم. اونا مالک نیستن فراموش میکنن که از سال 1999 حکومت مالکیت داره را گم کردگی هستند. یعنی ویوبا مدت 3 ساله دعوا است. اگر دعوا تا سال 2002 پیدا بشه با دکبر 2002 سود مثلا میتونست موارد بررسی کنه. این چی است؟ بعد سیون و وقتی قانون به تکیه کردنی میشن گفتنی هستن که مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی مکتب عالی علمی تکنیکی کسبی را اگر همین ابیکتا باشد و یا فروختن ممکن است به اجازه حکومت جمهوری. بالون که این ابیک گفتیم یک کلوب عادی است. تو تا مثال آوردیم کلوبی که درجه آدمو سیگارت میکشن درجه پیوا می‌نوشن درجه مثلا قهوه می‌نوشن این یگام چیز نیست. برای این دعوا عموما نادرست است. درباره قانون قبول شدن 5 ماه 2007 اینجا یک مسئله را اینا مونده بودن که قانون جمهوری توسان درباره ورزش و تربیت جسمانی را پیشنهاد کردن. در طلبات قانون اوی دیان گفته شده است که من بعد یعنی بعد سال 2007 اگر یکم ابیکت نو ساخته شود باید که ابیکت‌های نو در جای ساخته شوند که در اونجا ابیکت‌های ورزشی داشته باشد. یعنی کدام اگر فرض میکنیم وزارت میسان کمیته دولتی میسان مکتب انشاءات چیزی که بسازن باید که حتما همین گونه ابیکت‌های وای داشته باشد ورزشی. و اگر ابیکت‌هایی که ویران کرده شوند باید که اول ابیکت‌های ورزشی ساخته شود بعد ویران شود. ما گفتیم که این قانون با اینجا دخل داشته نمیتونه. برای چی؟ سال 1999 عصر 20 فروختن سال 2007 عصر 21 قانون قبول کردن. ماده 4 کد گردشگری جمهوری توسان میگه که قوه برگرداننده ندارد قانونی گردشگری. یعنی این قانون بعد سال 2007 عمل میکنه. از اینجا این نکته بیارم علاقه ندارست. بعد یک چیز دیگر یکی از اساسهای بیکار کردن و یا چی نشون میدن میگن که در همون شرطنامه خرید فروش نوشته شده است که بینای سابق یا کمیته ورزش فروخته شده. برای چی میگن کلمه سابق خمانان؟ ما گفتیم از حالت اونی که کلمه سابق خمانان یگام چی تغییر نمییابد. همه در معلومه که ماس همینجا فروختن ماس مبلغ برای همین گرفتگی. اگر میگیم که دو تا یا سه تا بنا میبوده این بحث نظر پیدا میشه که نه این ورزشگاه نفروختن فلان ورزشگاه مرکزی را فروختن یا فرضاً ورزشگاه مثلا پخت‌آباد فروختن اونجا بحث پیدا میشه. چه خیلی بحث نیست. بعد یک چیز دیگه شما اشاره کردید که یعنی نمایندگان مقامات در برابر دعوای خود یگان برنامه لایحه یا اصلا مبلغ برای چی میگن بنیاد ورزشگاه این چیزا پیشنهاد نکردند و هدفشون تنها صحیح. اگر چنین باشد فکر میکنید حکم چگونه خواهد بود؟ اوری از سیاسی یا که قرارداد سیاسی میکنم که سود در زیر تاثیر عامل‌های سیاسی قرار دارد. سود میترسد که از من دعوای وی رد کنم اگر پاسپورت از کار میگیرم و یا مثلا به جای کار میمونم دیگر